القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. الله میگه شما میفهمین که روز قیامت چه قسم روز است؟ یوم یکون الناس، امی انسانهای بادی بلدر، امی انسانهای چاق، امی انسانهای کمربند سیادار، امی انسانهای پالوان و قهرمان، اینمی انسانهایی که خوب جانه. الله میگه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، در او روز مثل پروانه های پراگنده می باشی، وزنکت بسیار بیوزن میشه. و تکون الجبال، و این کوههای بزرگ است، کالعهن المنفوش، مانند اونمو پنبه یا اونمو پشم ندافی شده هست که وقتی که وجود میشن باد میشه، ای کوها باد میشن از قهر و از قهاریت خالق متعال. فاما، اینجا خطرناک است، خیر است که مکل فراش المبثوث شدم و تو شدی. فاما من ثقلت موازینه، هر کسی که باز دفتر اعمالش ثقیل شد، باز او از این مستثنا هست. فهو فی عیشت راضیه، باز الله برش در روز قیامت زندگی میته که از زندگی خود راضی میباشه.